سلام خدمت رفقای عزیزم. خدمت یکی دیگه از پیشکسوت‌های عزیز بازار کلاسیک سواری هست. آقا امید عزیز. ازشون میخوام که خودشون رو بیشتر معرفی کنن برای شما تا یک چیزی هم که این پشته بهتون. سلام خدمت دوستان، من امید محمد حسینی هستم. خدمت شما عرض کنم حالا هر شما سوالی دارین دونه دونه بپرسین از من. چشم. متولد چه سالی هستین آقای؟ من 57. چند سال تو بازار خودروی کلاسیک هستین؟ اصل بازار کلاسیک رو من از پدرم به ارث بردم. خدا بیامرز. بابا خیلی ماشین آمریکایی دوست داشت، هم نووا داشت هم کادیلاک داشت. حالا و آخرین ماشینی که خودش داشت که میخوره با آمریکایی‌ها یه شولت سلبریتی مدل 1989. این ماشین چند سال دستتونه؟ این ماشین دقیقاً 25مین سالی که الان دست. تا اونجایی که من میدونم از این ماشین خیلی کم تو ایران هستش. خودتون میدونید چند تعداد از این؟ ببینید، من تا اونجایی که میدونم ما یه سری 14 داریم که از این ماشین نیستش. 2 تا لاگونا استری داریم. بله. یعنی با وین استری. اول معرفی میکنید ماشین رو